و از لاجورد و ارغوان و قرمز لباسهای خدمتی برای خدمت کردن در قدس ساختند و لباسهای مقدس برای هارون ساختند، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. و ایفود را از طلا، لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک دوتابه ساخت و لوحه های نازک از طلا ساختند و رشته ها از آن بریدند تا که در میان لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک با بافت صنعتکارانه ببافند. کتف پوشک های پیوست شونده برای آن ساختند که بر دو کنار آن پیوست می شد و تسمه بند و بست آن که بر آن بود با همان صنعت از خود آن، یعنی از طلا، لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک دوتابه ساخته شد، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. و سنگ‌های جز را درست کرده در نگین خانه های طلا نشانیدند و نامهای بنی اسرائیل را با حک مهر بر آنها حک نمودند و آنها را بر کتف پوشک های ایفود جایگیر کرد تا که سنگ های یادگاری برای بنی اسرائیل باشد، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. و سینه بند را با بافت صنعتکارانه مثل بافت ایفود از طلا، لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک دوتابه ساخت. آن مربع بود. سینه بند را دو قبطه ساختند، درازیش یک وجب و فراخیش یک وجب دو قبطه و در آن 4 قطار سنگ نشانیدند: قطار لعل، یاقوت زرد و زمرد، این قطار یکم بود. و قطار دوم بهرمان، یاقوت کبود و الماس. و قطار سیوم یاقوت تر، عقیق سوخته و جمست. و قطار چهارم زبرجد، جز و یشم. آنها درست کرده در نگین خانه های طلا نشانیده شده بود. و این سنگ ها با نام های بنی اسرائیل، یعنی 12 عدد با نام های آنها بود، با حک مهر هر یک به نام خودش برای 12 سبت بود. و بر سینه بند زنجیرها به شکل طنابه با صنعت بافت مارپیچ از طلای خالص ساختند و 2 نگین خانه طلا و 2 حلقه طلا ساختند و 2 حلقه را به 2 کنار سینه بند اندرمان کردند و آن 2 زنجیر مارپیچ طلا را با این 2 حلقه بر کنارهای سینه بند اندرمان کردند و 2 سری دیگر 2 زنجیر مارپیچ را به 2 نگین خانه پیوند نموده بر کتف پوشک های ایفود به طرف ابره آن اندرمان کردند و باز 2 حلقه طلا ساختند و آنها را بر 2 کنار سینه بند به آن لبش که به طرف استر ایفود است اندرمان کردند و باز 2 حلقه طلا ساختند و آنها را بر 2 کتف پوشک ایفود از پایان از طرف ابره آن نزد پیوند شوی آن از بالای تسمه ایفود اندرمان کردند و سینه بند را از حلقه هایش به حلقه های ایفود با رشته لاجورد بند کردند تا که آن بر تسمه ایفود باشد و سینه بند از ایفود جدا نشود، چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود.